با هر سلام خدمت همه دوستان عزیز و گرامی و همراهان همیشگی سایت دولنز. مسعود کیا هستم، مدیریت سایت دولنز. در خدمتتون هستیم با معرفی یکی دیگه از محصولات با کیفیت بازار. حتما از این جوایی که رو میز من هست حدس میزنید راجع به چی میخوایم صحبت کنیم. برند یوکو تولیدات مختلفی داره، ولی ما بیشتر الان منظور صحبتمون روی کیفیت ایدیه. یوکو هم محصولات HT داره هم محصولات ایدی. مدل تیکی 6 هست و این مدل تیکی 3. اینا جعبه‌های بسیار محکمی داره، یعنی شرکت تونوسه رو جعبهشون خیلی عالی کار کرده. جعبه‌های بسیار محکم و مقاومی داره و در این حال شیک. نکنی هر دو مدل رو من میارم بیرون. نکنید محتویات این جعبه هایی که حالا یکیش سفید رنگ هست و یکیش مشکی رنگ است تو این مدل، اینا چیزایی که داخلش هست دستمال تنظیف هست. حالا من یکشو باز میکنم. نکنید دستمال تنظیف هست، بند گردنی دوربین و یک به اصطلاح کیسه ای هست که شما دوربین رو برای اینکه گرد و غبار چیزی روش نشینه میتونید بذارین تو این و محکمش کنید که اینم شرکت روش گذاشته. اولین تفاوتی که شما تو این دو مدل ملاحظه میکنید توی ظاهر دوربین هست. ببینید فوکوس مرکزی و نوع به اصطلاح شیارهایی که روی این مدل خورده با فوکوس مرکزی این و باز ساختار این فرق میکنه. این یکی از به اصطلاح تفاوت‌های اولیه هست. من در پوشش لنزهای هر دو مدل رو برمی‌دارم. از نظر تست تصویر هر دو مدل رو که من تست کردم هر دو یک تصویر رو دارن، یعنی تصویر هر دو ایدی و خطخوان هست. بسیار کیفیت خوبی دارن. تفاوت‌هایی که دارن باز نگاه کنید تو رنگ کواتینگ هایی که روی لنز ها خورده. این کواتینگ های سه رنگ خورده، یعنی که بنفش، قرمز رنگ و یک مقدار نارنجی از نزدیک ملاحظه میکنید. این مدل به اصطلاح تیکی تیری دو رنگ بیشتر نیست، هم قرمز هست هم بنفش، یعنی این حالت کواتینگ هایی که روی این هست.